حسین هستم، یک افغان، اما بسیار دردیده. آمدنم اونم به عنوان قاچاق در خاک ایران یک تفریح، یک هوس، یک وقت گذرانی نیست. تولد ما در ایران شده است. فامیل ما 45 سال است در ایران زندگی میکنه. عموما مادر، برادر، خواهر. به خاطر مشکلات فامیلی رفتم افغانستان. طوری بود سیستم مهاجرین افغان شاید به طور کامل معلومات داشته باشیم که سالانه تمدید میشه. به خاطر که نبود بنده از مدارک ماندیم. 13 سال میشه نرفتیم. خواهش مادر مریضم است که هر وقت زنگ میزنه که باید یک دفعه بیایی ببینمت. حدوداً 45 روز از من در این راه هستم. هر روز میایم، رد مرز میشم. خب کار نداریم، سختی هایی که داره یا مشکلاتی رو که ما میبینیم. فقط خواسته من نیست که مادر خدا فقط یک بار دیدارش رو ببینم، دستش رو بگیرم، ببوسم و پس بیایم در وطنم. درست است وطن جنگ زده داریم، سخت است، ولی هر چیزی که باشه قبول داریم. خواسته مادرم است. پاسپورت دارم در جیبم است. شرایط طوری شده که طالبان آمده ویزا نمیدن، وگرنه ما شاید 3-4 برابر هزینه همی ویزا رو من تا به حال مصرف کرده باشم که بیایم مادر ما ببینم. در شهر قم است و آرزوی من است 1000 بارم که مرا بگیره دولت ایران، من مجبور هستم که خواسته مادر خدا بجای کنم. همینقدر گفتنی من داشت. کل فامیل شما تو افغانستان بودید؟ بله. پدر مریض بود، سرطان استخوان داشت، رفتم پیش او. یعنی خودتون هم قبلا ایران بودین یا نه؟ تولد اونم اونجا شده. در قم است. درس دبستان تا 5 دبستان رو در اونجا خواندیم. باز به خاطر بعضی از کارا خب چی بگم دیگه، سختی خود داشت. برای فعلا که میگن بیا، یعنی اونا ماندن که تو چطور مثلا کلگی میای تو آمده نمیتونی. حتما کنم چیزی هست که نمیتونیم برسیم، وگرنه اینه 45 روز است در میرا هستم. چند باره؟ یعنی چند بار دیدم شعبه بایومتریک که شما معلوم است که چند بار گرفتار شدیم دیگه. یعنی 7-8 بار تو این 45 روز اومدی؟ بالای 15 بار. یعنی هر تقریبا 3 روز یه بار میاد. روزی شده که همین صبح که از اینجا رفتیم بعد از ظهر دوباره از راه دیوار آمدیم. هر راه را انتخاب کردیم، هر راهی که پیشنهاد کرد قاچاقبرا آمدیم. حتی از راه پل، از راه نامه، از راه ویزا، از هر چیزی که گفتن از اینا کردیم، مصرف کردیم. دیگه به قول یارو گفتنی هم خود ما خسته شدیم، هم بدن ما طوری شده که دیگه کش نداره ایران رو بیایه بره، هم کفگیره خورده کف دیگ. گفتم بالای شاید 50 میلیون مصرف شده باشه دمی را که ما رفتیم آمدیم. حالی هم دیگه چی بگوییم، بازم که امروز بریم بازم صبح باید بیاییم. ادرایی نداره. حسین هستم. حسین آقا، الان مادرت هم بخواد بیاد افغانستان باز دوباره ایشون نمیتونه برگرده؟ اونا نمیتونن بیان. 45 سال زندگیشون اونجا است. تولد اولاداش، نواسه‌هاش عادت کردن. خواستم از اونا که بیاین، گفت نمیتونیم اونجا زندگی کنیم. کشور جنگ زده است. اینجا ما خود مردم، خود هر رسم و رواجش عادت کردیم. فرهنگ ما، کل چیز ما ایرانی شده. حتی که گپ میزنن دری گپ زدن نمیتونن، فارسی صحبت میکنن. شما خودتون افغانستان بودید؟ بله. ادبیاتتون نشون میده درس خونده اید. ما مسئله چیز نیست. من اینو هر جایی میگم، مثلا ما به لفظهای مختلف شهرهای ایران صحبت کرده میتونم، لفظ ترکی رو صحبت کرده میتونم. خب اینو یک چیزی هست که دری افغانستان، یعنی این چیزی که ما صحبت میکنیم برای شما. قصه سختی بود دیگه.
چی کار میشه کرد؟ هیچ کار. خوشم اومد گفتم باشه صحبتی هم با شما داشته باشه، میفهمم به فایده است. ای کاش میشد این کار. میشه یکم باز رنگتر باشی و دست پولیسا داریم. آره راهش همینه. خوشحال شدیم با هم صحبت شدیم. همچنین منم خیلی خوشحال شدم. مادرت بتونه زودتر زنده باشی.